چند سکانس برتر از جوکر 2 قسمت زنان که واقعا خنده داره. فقط جوکر تایم خانم قاسمی که آخر ویدیو براتون گذاشتم و باعث شدی که از شرکت کننده ها کارت زرد بگیرن رو نگاه کنید. یو وای داری چی کار میکنی خانم ناهید مسلمی؟ واقعا احسن، دمتون گرم. توی این سن اینقدر شاد پر انرژی واقعا جای تحسین داره. باور کنید اگه هر کسی از ماها یکی از این افراد شاد و پر انرژی رو تو زندگیش داشته باشه دیگه هیچ غم و غصه‌ای نداره. حرکت خانم ناهید مسلمی که خنده داره اصلا کلا میذاریمش کنار، ولی عکس العمل احسان علیخانی و متین ستوده خیلی جالبه. تازه از اینا همه بگذریم خانم سوسن پرور رو نگاه کنیم، فقط میگی داره برای عروسی کل میکشه. البته اگه منم جای این بنده خدا بودم شاید همین کارو میکردم، شاید هم هنوز بدتر از این حرکت ها رو میزدم. آخه هیچ کس توقع همچین کاری رو نداشت. بریم تا با هم عکس العمل خانم پرور رو نگاه کنیم. بله، پس لرزهای حرکت‌های خانم مسلمی تمومی نداره. سکانس بعدی به نظرتون شاهکار کدومی که از این هنرمندایه؟ پستتون چیه شما تو پستم آفساید. پستم آفسایده؟ خانم مسلمی مگه آفساید پسته؟ شاید هم دارین شوخی میکنین من متوجه نمیشم، ولی چهرهتون یه چیز دیگه میگه، خیلی کاملا جدی هستین. بریم ببینیم خودشون چی میگن در مورد این پستی که آقای بیرانوند بهشون دادن. بیرانوند خودش گفت پسته. من گفت تو خیلی آفساید. آقای بیرانوند عزیز، بازیگر مملکت رو میذارین سر کار؟ آقای بیرانوند شما بعیده. به بنده خدا میگین تو آفسایدی، ایشون هم فکر میکنن پستیه که بهشون دادین آفسایده. البته یه لحظه صبر کنین، من که فکر میکنم خود ناهید خانوم ما رو ایسکا کرده ها و داره از زبون بیرانوند میگه، چون مطمئنم بیرانوند همچین شوخی رو نمیکنه، اونم با کسی که جای مادرشه و قابل احترام. شرکت کننده ها باید از این خانم مسلمی بترسن ها، مخصوصا خانم نرگس محمدی و متین ستوده. فقط قیافه متین ستوده رو نگاه کنین بعد از اینکه فهمید بیرانوند به خانم مسلمی چی گفته. سکانس بعدی معرکه است. البته این دفعه دیگه از خانم مسلمی نیست. بریم تا با هم ببینیم. چقدر شبیه خود ژاپنیا وارد شد. دمتون گرم، خیلی خنده دار. این چه حرکتیه؟ فکر کنم فاتحه همه خونده شد. با همین لباسا، با همین قیافه کار دست خانم عبدالرزاقی داد. در ادامه نگاه کنید. پاسی از صبر پاشی از صبر. خانم میرلمی عزیز، میبینی که ملیکای عبدالرزاقی به زور داره تحمل میکنه، بعد دوباره تو همین جمله رو تکرار میکنی. آره پاشی از صبر. سکانس بعدی همون سکانسیه که خانم عبدالرزاقی کنترلش از دست میده و کارت زرد میگیره. سینا نینای واتشینا نینای. شاید نصف وقت جوکر تایمشو خانم قاسمی زوم کرده بود روی خانم عبدالرزاقی که این جمله رو تکرار کنه. بس دیگه، شما نخندترین آدم دنیا رو هم که بیاری انقدر روش زوم کنی، اونم این جمله خنده‌دار واتشینا نینای. خب بنده خدا هر کی دیگه هم باشه میخنده. شمشیر استاد تو سکانس بعدی نگاه کنی. شیراش رو سوارم به تو هدیه میدم بدهی. وای این شمشیر استاد خیلی خنده دار بود. چرا آخه غلاف به اون بزرگی توش چاقو میذاری؟ همه شوکه شدن. مگه میشه توی این صحنه نخندی؟ تصور کن. شمشیر استاد چرا اونجوری بود؟ این برا منم سوال بود، واقعا چرا شمشیر استاد این شکلی بود؟ من که متوجه نشدم. این سکانس آخر رو ببینین و دیگه تموم. شمشیر تو را از جان